سلام علیکم و این صحبت ها. هلوخان هستم و اگه یادتون باشه بازی لول دیول رو انجام دادم و دست همگی درد نکنه مورد استقبال زیادی قرار گرفت. حالا اومدیم سراغ یه بازی شبیه همون توی موبایل، دای اگین. ببینیم چی جوریه. خب شروع میکنیم بازی رو با نام و یاد خدا. دقیقاً شبیه همونا، دقیقاً شبیه همون بازی لول دیوله و از اونجایی که قابل حدسه نباید سریع قدم برداریم. وای خدایا، همین اول کاری؟ با من میدونم که نباید بذار میپرم. آها جالبه، یه مومیاییه که باید بره هی تو تابوتش. خب سریع حرکت نمی کنیم طبق وای خدایا بیا. خب دوتا منفی یکی. اوکی ببین، اوکی من میدونم که نباید نذاش بپرم. ای وای وای وای، واقعا اعصاب واسه آدم نمیذاره این بازی. آها حله، گرفتم. عجب، خیلی این یکی بازی بکنم. خب لاشی بذار بازی شروع شه. خب آها خب اینم که طبق معمول به نظر ساده میاد. فکر کردی من گول میخورم؟ نه من بلدتر از این حرفام. اینجا دایگن احساس میکنم اگه کم ستاره بدم بدتر یه بلای سرم میاره. بیا دادش. بله تیغای عزیز اومدن و گول نمیخورم. من لول دای بازی کردم بیچاره. اوکی، در حوالی دای اگین ادعا کردن ممنوع. خب این که همون سکه‌هان که احتمالاً یکیشون انفجاریه. بله قابل حدس بود. نیام کدومش بود حالا؟ خب من چی جوری برم اون وقت؟ Before the take نه داداش استراحت نمی‌کنم. بریم. آها تبلیغ میخواد بذاره. چرا شبیه جی تی ای ویه؟ آها تمام شد. خب کنجکا نذاش اصلا حرفمو کامل کنم. می‌خواستم بگم کنجکاوم بدونم سورپرایزش چیه، دستش درد نکنه. بدبخت، من از تو وارترم. اوکی بدبخت، من دو جهان لول اومد پایین. وای آخرین چیزی که فکر میکردم منو بزنه فونت نوشته لول اون بالاست. وای خام برو. احساس میکنم این سوراخه به کمکم میاد یه جایی. بله به کمکم میاد. چه آها خب رسیدیم. به خدا اگه میباختم سر همین فشار میخوردم. نمیخوام استراحت کنم، من ایرانی ام. این بازی ها اعصاب منو خورد نمیکنه. واقعا داره اعصابم خورد میشه. چرا من رفتم عقب؟ خب اسکل رد کرده بودی. داشتم میگفتم دوستان این بازی ها اعصاب ما رو نه وای چرا؟ من منفی 24 بار مردم تو گوست آف سوشیما. توی این بازه زمانی اینقدر نمردم. دوستان ببینید این سوراخ‌ها تو این بازی مثل دلارن، مثل پولن، نمیرسی بهش به زور. چند بار میمیری و زنده میشی تا برسی به این سوراخ‌ها. نمیدونم شما به چی فکر کردین ولی حرفتون متینه. استراحت کن. نمیخوام استراحت کنم. آره داداش. حدس میزدم کسافت. این دقیقا همونه.
الان میپری میاد کنار. آره خب میام اینور. یوب 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 دیپش دیپش دوباره دیپش یوب یوب. اسم منم چیکار میکنه لاکی اسمین؟ آها 300 بار ببینم چیز میده. دای اگین. خیلی ممنون واقعا، خیلی ممنون واقعا. گردونه شانس زدیم یه بار دیگه هم مردیم، اصلا عالی بود. اسم من دیگه یار جلو چه اینقدر مردم که یادم رفت همچین چیزی بود. مرسی. اصلا یه صدایی اومد. آها واقعا از همه چی این بازی الان دارم میترسم. مثلا دکمه استوب بیاد پرچه روم، نمیدونم تنظیماتش بیاد، همین یارو که میگه استراحت کن یهو بیاد بزن تو صورتم. دکمه‌اش برعکس شده. ای بابا دوباره عوض شد وسط. اوه دکمه اسکیپ داره. شت. اون به خدا اون اسکیپه میفته رو صورتمون. چرا اینطوریه؟ نرو. خب تو چه تابوتی هست؟ کدوم تابوتی اینقدر تکون میخوره؟ عجب. ای توف تو پدرت. برم تمام شد. وای به خدا دیگه حس میکنم تو تهران دارم رانندگی میکنم. هر لحظه دلم میخواد یکی رو همینطوری بگیرم به فوش. فکر کردی وای خیلی سورپرایز میکنه یهو. این آخری دیگه باید بپرم. یادم نبود دکمه‌اش برعکسن. دوباره یادم رفت. واقعا داره چرا یادم میره همش. چرا دکمه عوض شد؟ پرش دکمه عوض شد. پرش ایوا من تابوتم. مرسی واقعا. رد شدم. الان چه اتفاقی خب نپر احمق. با خودمم. خب آسه ریزه نمیره واسا کن. آی پدرشو من پدرشو یام کردم من. سازنده این بازی احساس میکنم یه چند وقت توی اقصا و نقاط ایران زندگی کرده و نتیجه گیری کرده چجوری آدم میتونه اعصاب خودش رو خورد کنه. چرا نمیاد؟ اوکی. خب 20 دقیقه تقریبا شده و ما هنوز درگیر بازی. البته خب خیلی کات میخوره. من خیلی صادقانه دارم میگم چقدر داره طول میکشه بازی. نمیخوام. من چرا باید پول بدم واسه این بازی الان؟ فکر کنم ناراحت شد از دستم. اوه چه اسکیپ پوفیوز خر. اسکیپ چرا باید بیاد رو چه بازیه؟ اونی که گفت این بازی انجام بده شبیه لول دیوله. من تو رو دوباره ببینم پارت میکنم. این چرا باید اسکیپ بیفته رو؟ خب من الان دارم رو اسکیپ بالا پایین فی‌الواقع دارم اسکیپ رو لمس میکنم ولی تبلیغی نمیاد. بزنم روش. بزنین روش چی نمیاد. اصلا عالی باشه. خب کدوم تو قراره تکو بخوره؟ بله خیلی ممنونم. اوکی احساس میکنم یه خورده دارم لحاظ دست سالم بودن خراب میشم. چرا فکر کردم میتونم بپرم؟ دیگه چیز جدیدی رو نمیکنه تو سورپرایز کردن آدم که بگیم اوکی یه حرکت جدید آدم پشماش بریزه توقع نداشته باشه. یعنی اوکی آدم حدس نمیتونه بزنه ولی میتونه توقع داشته باشه. مثل همین دیگه این اعصابمو خورد نمیکنه. چون من میدونم، فقط نمیدونم کی میخوای انجامش بدی. آره
تو دیگه منو سورپرایز نمی‌کنی. او شت. من خود خدام 2 متر قد دارم، 10 تا هم هفتیر. الان 23 دقیقه شده، کمتر مردم، راضیم. خب قراره با همون چیکار کنی الان؟ خدایا. خب دوستان دمتون گرم، مرسی که همراهی کردین. بازی پیشنهادی چیزی دارین بگین، حتما بازی میکنم. شب و روزتون خوش.